اینم از تکنیک دوممون. تکنیک دوممونه که میخوایم اجراش کنیم. فقط نگاه کن. اینو میخوایم اجراش کنیم. با من بیا. اول ایمنی بعد کار. برای اینکه لباستون رنگی نشه حتما پیشبند بذارید. حتما از دستکش استفاده کنید چون که ممکنه دستتون و ناخنتون رنگی شه. سلام دوستان، ساقی هستم. خوش اومدید به دوره رایگان پتینه. تو صفحه من زیرکارمون رو کامل قهوه‌ای میکنیم. هیچ نقاط رنگ بیس خاممون نباید بمونه. همه رو باید قهوه‌ای کنیم. کاملا یک دست. بعد از اینکه خوش شد سبز اطلسی تاچمون. ببین کامل زهر قلم رو میگیریم بعد تاچ میزنیم. 70% یعنی 70% تاچمون رو ببینیم، 30% زیر کارمون که قهوه‌ایه. ببین رو سطح صاف اینجا که صافه، ببین کامل و زهر قلم گرفته بشه که ما راحت بتونیم تاچ بزنیم. ببینی؟ ببین انگار داری قلموی خشک رو میزنی بهش، بعد این تاچو بهمون بده. میبینی چقدر محشر شده؟ میری مرحله 3. مرحله 3 گلدفینگر مسی. میتونیم با انگشتمون تاچ بزنیم، میتونیم با قلمو. من چون دستکش دارم با قلمو ترجیحاً. ببینیم چه جوری میشه. این گلدفینگر رو یه نقطه‌ای از مجسمه رو میزنیم. ترجیحاً نقاط برجسته، یعنی اونایی که برجسته تره. سطح صافش رو کمتر یا اصلا میتونیم نزنیم. میبینی برق کارو؟ وای وای وای، من هر لحظه که میبینم بیشتر عاشقش میشم. خیلی خفن شده. میبینی چقدر بیس ها با هم فرق میکنن؟ حس میکنم این خفن تر از این بیس حتی شده. هر چقدر بیسمون برجستگیش بیشتر باشه تکنیکمون خیلی قشنگتر اجرا میشه روش. قبلا من بهتون گفتم یک بار روی کار میزنیم، بیشتر از این بزنیم از برق کار گرفته میشه. فوق‌العاده شده. من دیگه حرفی ندارم، شما نظرتون رو بگین. در گلدفینگرتون رو میبندین تا خشک نشه. همینطور در رنگتون رو. همه وسایلتون رو باید خوب نگهداری کنید. اگه میخوای یه هنرمند خفن بشی باید اول نظم داشته باشی تو کار. همه وسایل چیده برای تکنیکت. وقتی درشو باز کردی به موقع استفاده کردی ازش درشو میبندی میذاری گوشه تا خشک نشه، چون این رنگ و اکریلیک خیلی زود خشک میشه اگه درشون باز باشه. اگه درشون باز باشه، نه اینکه یه ساعت باز باشه خشک بشه. نه. خب دوستان، این هم از تکنیک دوممون، سلجوقی نوع اول. میبینیم واقعا کارو تمیز در آوردیم. حتما برام بفرستین اجراتتون رو تا ببینم شما هم اینجوری خفن تونستین درش بیارین یا حتی خفن‌تر. تکنیک بعدی. خداحافظ.